الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد أحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. سلام احترامات خدا خدمت همه شما بینندگان عزیز تقدیم میکنم. الله ذوالجلال در هر جایی که هستین صحت، عافیت، ایمان کامل و اخلاص و با صداقت بوده باشه. موضوعی که خدمتتان میخوام با تماشاوم با شما در میان بگذارم موضوع عدالت هست، یعنی موضوع آیتی که خدمتتان تلاوت کردم هست. آیتی که خدمتتان تلاوت کردم یکی از آیت هایی که یک پروگرام جامع و یک پروگرام عالی برای تمام انسانیت و برای تمام مسلمان ها است. این آیت قرآن کریم از جمله آیت هایی هست که در قرآن کریم بسیار مهم هست. در تفسیر می آید مفسرین می نویسه وقتی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه اعلان نبوت کرد و بیرق اسلام بلند کرد و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را اعلان کرد، یکی از رئیس قبایل به نام اکسم سیفی هست. یه خبر میشه، میگه من به دیدن و به زیارت یه پیغمبر میرم ببینم یه چه پروگرام داره و یه چه میخواد و چی برای مردم آورده و چی پروگرام داره. مردم و اطرافیانش میگن نخیر، ما برای تو اجازه نمیتیم برای، بلکه ما نماینده تعیین میکنیم برن احوال دقیق بیارن. وقتی که دو نفر میآیه به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سلام و پیغام اکثم سیفی را میرسانه و اونا دو سوال میکنه: من انت و ما انت، یعنی تو کی هستی و چی هستی؟ تو کی هستی و چی میخوای؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم مختصر جواب داد: انا محمد ابن عبدالله. و جواب دوم: انا محمد رسول الله. تماس داریم برمیگردیم. فاطمه از هلمند بفرمایید. بله بفرمایید. بله. متاسفانه تماس از اینا قطع شدن، خدا کنه که دوباره وصل شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مختصر جواب میده که انا محمد ابن عبدالله و ما انت را جواب میده انا محمد رسول الله. من محمد فرزند عبدالله هستم و من محمد نام دارم و رسول خدا هستم. و وقتی که میخواد پیغامی از اونا را بگیره
برای از اونا این آیت تلاوت میکنه: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اینا وقتی آیت میشنون باز از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوان که تکرار بکنه. یه چندین مرتبه به انداز پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیت تلاوت میکنه که برای همه از اونها یاد میشه و یه دو نماینده به نزد اقسم سیفی میره و میگن وقتی ما پرسان کردیم من انت، مختصر جواب داد که من محمد فرزند عبدالله هستم. اما وقتی از اهل مکه پرسان کردیم نسب عالی داشت، اشراف و بسیار نسب عالی و بلند داره. و یک آیت برای ما تلاوت کرد و این ما وقتی که اینا تلاوت این آیت کریمه را تلاوت کردن، اقسم سیفی تمام مردمش گفت قبل از اینکه ناوقت شوه فوراً شما ایمان بیارین، فوراً به دین اسلام داخل شوین، چون از این بلندتر و بزرگتر امکان کدام پروگرام و برنامه در دنیا وجود نداره که یه آیت کریمه یک آیت جامع برای انسان و انسانیت هست. بازم تماس داریم. حبیبه از کابل، بفرمایید. و علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید. نماز استخاره را که دیتا بکنم چرا قبولیت میشه و چطور که دیتا و قبولیت کنیم خواه ببینیم چی را خواه ببینیم یا چی را رسمیت میشه که در چه خوبی چی را خواه ببینیم ایدیش و قمطلوس استراحمه. بله، سوال شما را گرفتم خواهر عزیز. خواهر عزیز، سوالی از اینا ای هست که استخاره را انسان چه قسم باید بکنه و چه خواب باید ببینه و تعبیر از این چی هست. خواهر عزیز، اولی که استخاره را صحابه رسول صلی الله علیه و سلم میگه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز استخاره و استخاره را برای ما بنداز تاکید میکرد و مثل برای ما یاد میداد که مثل یک سوره از سوره های قرآن برای ما یاد میداد که در هر کار شما اول استخاره بکنید. استخاره یعنی مشوره کردن با خداوند است. استخاره یعنی توکل کردن به پروردگار است. استخاره یعنی خود به خدا تسلیم کردن است. خدایا من دینمی کار دینمی پروگرام دینمی قصد سفری که دارم، پروگرامی که دارم، اراده‌ای که دارم، ولو یه سفر هست، مسئله تجارت هست، مسئله ازدواج هست، هر مسئله که هست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه کرام مثل که سوره قرآن یاد میداد به می شکل تاکید میکرد و یاد میداد. در مسئله نماز استخاره دو مسئله را شما در نظر بگیرید. اول، استخاره 2 رکعت نماز نفل خوانده میشه و بعد از او دعا و حمد و ثنا و دعای مخصوصی استخاره را خوانده میشه و اگر کسایی یاد دارن میخوانن، کسایی یاد ندارن از روی کتاب هم میتونن که دعا را بخوانن. و در قسمت وقتی که انسان استخاره را کرد، هر آن چیزی که بعد از اتفاق افتاد یعنی نتیجه استخاره امی هست. خواب دیدن حتما و ضروری نیست که یک انسان حتما بعد یک خوابی ببینه، اما باز هم عده زیاد فکر بکن که 80% انسان ها یک خوابهایی را میبینن. اینال خواب را که شما دیدین و در موضوعی که استخاره کردین و خوابی که دیدین این هر دو را تطابق میتی که ببینی که نتیجهش چی هستی بسیار واضح هست. دیگه اینال من اینجا نمیتونم بگم که شما مثلا استخاره کرده باشین برای تجارت، من تعبیر بتم عروسی را مثلا، یا شما استخاره کردین برای سفر، من را تعبیر بتم برای تجارت. شما در هر موضوعی که استخاره کردین و خوابی که دیدین و خواب همراه استخارتون در میان میگذارین تا که معبر میتونه که از اون لابلای از این تعبیر از این را بگیره و به شما تعبیر بده که
دیمی کار شما موفق هستین یا نیستین. ولی معمولا از همه از اینا مهمتر این هست وقتی که انسان یک شب، دو شب، 3، 4، 5، 6، 7 شب استخاره میکنه، الله ذوالجلال برای انسان یک شرح صدر نصیب میکنه درباره امو موضوعی که استخاره کرده. یعنی حتما و ضروری کدام خواب را دیدن مهم نیست، اما وقتی که توی از 1 الی 7 شب این استخاره را انجام دادی، الله ذوالجلال برای کسی که این وظیفه را انجام داده یک شرح صدر نصیب میکنه. یعنی انسان فکر میکنه، به دل انسان به اندازه شرح صدر واضح میشه که امو سفر یا امو کار یا امی مسئله خیشی و مسئله ازدواج است، سفر هست، تجارت است یا کار دیگه هست، انسان به اندازه مطمئن میشه که فکر میکنه که اینی گپ شده دیگه، خلاص اینی تعبیرش هست که یه خوشایند است. اگر یک انسان دید که از این گریزان هست، بدش میآید، تصمیم و اراده 100% داشت، انال دل نادل شده یا اتفاقاتی که برعکسی از این آمد، خب این مطلب است که این کاری را که تو به خاطر استخاره کردی منفی هست، باید نکنی. به هر صورت استخاره کردن سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بسیار مهم و ضروری هست. در هر مسئله که انسان استخاره بکنه، الله عزوجل انسان استخاره کننده را در مسائل دینی هیچ وقت خذلان، خجالت، رسوا نمیکنه. به این خاطر حتما استخاره بکنین و در هر موضوع و در هر کار و در هر سفر و در هر چیزی که قصد و اراده کردین حتما این کارا بکنین. الله خیر براتان نصیب میکنه، دروازه خیر براتان باز میکنه. خدمت شما عرض میکردم که واقعه اکسم سیفی را که وقتی اینا ای آیت تلاوت کردن، فوراً قوم خود امر کرد که فوراً ایمان بیارین، چون یه بهترین پروگرام داره. حضرت عثمان ابن مزعونه رضی الله تعالی میگه من ایمان آوردم ولی ایمان در دل من زیاد مضبوط و محکم نبود، دچار شک و تردید بودم. روزی از روزها در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشستیم که کیفیتی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر آمدن وحی واقع میشد، یک کیفیت و یک حالت میگه بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و وقتی که یه حالت برطرف شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که نماینده و فرشته خدا آمده بود، جبرئیل آمده بود و این آیت سوره نحل تلاوت کرد که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این آیت آورد. حضرت عثمان ابن مزعونه رضی الله تعالی میگه وقتی که من این آیت شنیدم از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ایمان ما به اندازه مضبوط و محکم شد که ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دین اسلام از همه چیز دیگه پیش من محبوب و محترم شد. این یکی از آیت های بسیار مهم و یک پروگرام سرنوشت ساز برای انسان و انسانیت داره. الله عزوجل در این آیت به 3 چیز امر میکنه و از 3 چیز منع میکنه. کسی که به این عمل بکنه، به این وقتی که آغاز عمل خود آغاز بکنه، یه انسان سعادت و کامیابی و پیروزی انسان آغاز میشه. الله عزوجل در این آیت میگه ان الله یأمر بالعدل. اولین امری که خدا در این آیت کرده، امر میکنه به عدل. عدل انصاف، عدل برابر کردن، عطا کردن، دادن حق به حقدار. عدل 3 معنا داره، 3 تفسیر داره یا 3 تشریح داره یا 3 معنا و مفهوم داره. اول، عدل در میان مخلوق و خالقش، که اولین عدل را که ما در زمین قایم میکنیم در میان خالق و مخلوق باید انجام شود. دوم، عدل انسان، عدل با نفس خودش باید عادل باشه. سوم، با مخلوق خدا خلق کرده باید عادل باشه. یه 3 مقام و یه 3 مفهوم عدل است که باید ما را تشریح کنیم، درک بکنیم، بفهمیم، بدانیم. اول، عدل انسان با خالقش.
عدل مخلوق با خالقش. تماس داریم. فریبه از بغلان، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، متشکریم. من جسر از خدمت چیزم میتونم مرمیت به ایمان هستی آیا گفت راست است یا غلط است یا میخواستم از شما پرسان کنم دومش چیزی روز جمعه روزه گرفته بود تا 12 یک بجه روزه گرفت برای کافای مورد دیدم گفتم روز جمعه روزه تو نمیشه روزه ترتیب بود روز جمعه روزه تو نمیشه باید روزه تو بخونی چیزی روزه خواهد بود آیا با اون خیر بینیم. ما سوال شما را گرفتیم. دیگه هم سوال دارین؟ سوال اولی از این خواهر عزیز ما این هست که من از خزنده ها از میترسم و مردم مرا میگن بی ایمان هستی. اینجا بی ایمانی که تو را میگن به این مطلب نیست که تو از دید اسلام ایمان تو ضعیف، از دید ایمانی به این معناست که تو کمی ترسو هستی و به این خاطر یه گپی که تو بی ایمان هستی یه بسیار گپ غلط است. با ترسیدن، خوف و یه چیز طبیعی است. هر انسانی که باشه از بعضی چیزا میترسه. یک نفر سایل کو از مورچه میترسه، یکی از موش میترسه، یکی از یک حیوان دیگه میترسه، یکی از بلام نمیترسه. هر حیوانی که باشه و میگیره قطعی از او دیگه دست و پنجه نرم میکنه. به این مطلب ای که کسی که بترسه یه چیز طبیعی است. به این خاطر هیچ کسی را به این خاطر بی ایمان گفتن غلط و ناجایز است و به هیچ عنوان یه گپی درست نیست، گپ غلط است. اما اگر در عوض چیزی بگن که تو ترسو هستی، میترسی، یه کدام اشکال نداره. اما بی ایمان گفتن بسیار گپ غلط است و یک گناهکار میشه کسی که جمله را بزنه و به هیچ عنوان جایز نیست. سوال دوم شما که روزه گرفتن در روز جمعه، اولی که روزهایی که برای بالا انسان قرض می باشه، روزهایی که انسان قرضدار است، در رمضان روزه خدا خورده بنا به عذر شرعی، اینال میخواد قضا بیاره. برای از جمعه و پنجشنبه و شنبه و یکشنبه هیچ فرق نمیکنه. هر روزی که باشه انسان چی میکنه؟ روزش میگیره، هیچ فرق نمیکنه. دوم مسئله که عام حالت، مثلا روزهایی که انسان نفلی میگیره او روزش معلوم است، مثلا 13 14 15 ماهای اسلامی، اینا اگری 13 در جمعه بیاید، 14 در جمعه بیاید، 15 در جمعه بیاید، هیچ اشکالی نداره. دوشنبه پنجشنبه مثلا روزه گرفتن، 10 محرم روزه گرفتن، روز عرفه را روزه گرفتن، این روی روز 9 ذوالحجه یک روز پیش از عید قربان روزه گرفتن، این سنت است. اینا اگر می روز در جمعه بیاید، یه روز اگر مثلا 10 محرم در جمعه بیاید انسان روزه بگیره هیچ اشکالی نداره. امی روز فرض مثال محرم یا دیگه روزایی که ایام بیز هست هیچ اشکالی دی نیست. به این خاطر چه روزه قرضی باشه چه روزه نفلی باشه در روزه جمعه گرفتن هیچ اشکالی نداره. البته اگر یک انسان روزه گرفته و در وقت حالت روزه مهمانی برش پیش آمد، اتفاق برش پیش آمد که روزه را خورده، اینال بالای از یک روز دیگه قضا میاد که بعد روزش قضا بیاره. اینال خواهر شما گناهکار نیست، اینا یک روز قضا میارن انشالله که دیگه مشکلی نیست. بازم تماس داریم. عبدالاحد از کابل، بفرمایید. و علیکم السلام. مولوی صاحب محترم، از مخاطر سیر جادو بخی به تنگ آمدیم. باور تو که این 15 سال از بین خانه ما یک شهر شور رفته، یک حالت خانه ما بسیار نرمال میشه. فرض بدیم که این حالت خانه ما پس برهم میخوره. این وقتی که ما رسید کردیم 15 سال شده، جادو باطل میشه باز شروع میکنن، باطلش میکنن باز شروع میشه. یک قدر زندگی ما رو وحشی ساخته که بی اندازه. من نمیفهم که از کدام راه حلی را من مشکل حل بسازم. ایره خودت با وجود که نماز جماعت هیچ قضا نمیکنم، ذکر میکنم همیشه، مگر اینمی از راه حل را با ما جور کنیم که نمی از کجا این کار را میکنم، خانه که میانه این کار را میکنم، پس میرم دیگه کی را بشناسی از دیگه مرخ بیگانه کس نمیشناسه. صحیح، سوال شما را گرفتیم برادر عزیز.
این میری از راه حل با ما پیدا کنیم که قسم کنیم که اکثر از یا مخلاصیم لالا جا اکثر این مردم حل ونود میکنن حل ونود از شهر کابل از دکانای یونانی که مخوشن کورس نیا میکنن به نام دوای یونانی کورس مردم حل ونود از بخورای نمیره امر بالمعروف و وظیفه بدین که نمی عمل اشخاصا از بین ببرن حتی در خانهایشان هم این کارا میکنن. چشم هر چیزا این مردمای تکلیف روانی پیدا کرده در شهر کابل کورس این مردم این کارو نما میکنن. بالکل ما گرفتم موضوعتون بزرگوار. برادر عزیز ما عبدالاحد میگه که ما از سحر جادو به تنگ آمدیم. ما قبلا چون یک مرتبه مکملا بالای از تفصیلی بحث کردیم ولی دوباره کلی موضوع را ایسر تکرار نمیکنم. اولی که راه حل برای شما این هست برادر عزیز که هر صبح و هر شام سه مرتبه قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق این معوذتینه 3 مرتبه صبح بخوان درد دست کف کو و این را در سر و بدن در هر جایی که دست تو میرسه ای تو بمالش. دیگه هیچ سحری، هیچ جادویی، هیچ عملی بالای تو اثر نمیکنه. این راه حلش اینمی هست هر صبح که بلند شدی از خواب معوذتین 3 مرتبه بخوان در جانت کف کو در دو سایت کف کو و این را در بدنت بمال دیگه خاطرت راحت میشه دیگه هیچ مشکلی نیست. و شام هم همینطور صبح هم میرقم شام هم همینطور اینه میره خودت هم انجام بده خانمت هم بگو انجام بده چند نفره که در خانه هستین اینمی کار انجام بتین دیگه هیچ سحر جادویی بالای شما اثر نمیکنه. یک مسئله. دو مسئله که سحر جادو همیشه وقت از طرف انسان ها نمیشه بعضی وقت از طرف جنیات هم میشه. جنیات بسیار قوم ظالم و بدبخت است. اونا یگام خانواده را میخوان مثلا نمو درگیری از اونا را بدبختی از اونا خوششان میآید اونا هم این کار انجام میتن. ولی وقتی که تو معوذتین بخوانی در خود دم بکنی خانمت می کارا بکنه اولادات بکنه دیگه هیچ مشکلی نمیه هیچ اثر بالای تو یه نمیکنه. یه آسان ترین راه حل برای شما اینمی هست که این معوذتین بخوانین و این کار انجام بدین. دوم اگر در زندگی خودی در میان زن شوهر کدام اتفاق میفته مثلا اتفاقای نابسامانی میآید که با هم زیاد خوش نمی باشن درگیر می باشن زندگیشان خراب میشه 41 مرتبه سوره تغابن به یک نشست این ده یک مجلسی که نشستی 41 مرتبه سوره تغابن بخوان و این سوره تغابن وقت خواندی در یک بوتل آب مدنی در یک جک در یک ظرف آب کف میکنی و تا 1 هفته را مثلا تا 7 روزه هر غذایی که در خانه پخته میشه چای میکنی دیگ پخته میکنی پلاو باشه شوربا باشه چای باشه هر چی که پخته شد این آب در آشپزخانه بان یک کمه که دیگه از این آب استفاده کن دیگه زندگی شما شیر و شکر میشه هیچ مشکل در میان شما پیش نمیآید. و این طرف هم یه معوذتین پابندی بکن هیچ سیر بالای تو عمل نمیکنه زندگیت میشه شیر و شکر. اما اگر تو تکلیف خودتان تکلیف اعصاب داشته باشین تکلیف روانی داشته باشین ببین یکی تکلیف اعصاب است یکی تکلیف روانی است هر دو جدا جداست هر دی از شما پیش کسی برین که اهل فنش باشه او برای شما راهنمایی بکنه دیگه به این خاطر هیچ مشکل انشالله که پیش نمیاد. اگر در خانواده مشکل پیش میشه سوره تغابن 41 مرتبه خوانده دا آب کف کرده و ایره تا 1 هفته استفاده بکنین مثلا یک قطعه آب مدنی کلان یا جکن آب بگیرین ایره کف بکنین خلاص دیگه زندگیتان انشالله که شیر و شکر میشه. اگر میگه از طریق سحر جادو بالای ما اثر است معوذتین کل خانواده بخوانین صبح شام کف بکنین بالای خودتان دم بکنین کف بکنین دیگه هیچ مشکل پیش نمیاد دیگه از این آدرس هیچ وقت پریشان نمیشه. اگر کدام تکلیف روانی و عصبی دیگه که در شما باشه با زور میتونه که از دکتر مشوره بگیرین یک دوای مناسب استفاده بکنین. عرض میکردم که انسان در زندگیش اولین امری که پروردگار کرده میگه ان الله یأمر بالعدل هر آینه الله حکم میکنه برای شما که شما عادل باشید. امر پروردگار است حکم خداوندی هست که شما عادل باشین عدل بکنید.
عدل، ما هر وقت که در مسئله عدل میاییم، وقتی که جانب مقابل، کسی که در مقابل ماست گذشت کرد حق خودش با ما اعطا کرد، ما میگیم فلانی عادل است. اگر اون چیزی که حکم پروردگار است او را تطبیق کرد، او را گفت، میگیم چقدر ظالم به انصاف بوده، حال مرا ندید، ریش سفید مرا ندید، یه همه بد و برای خدا میگیم. پس تقسیم به ای کردیم، عدل اول، عدل مخلوق همراه خالقش. تو مخلوق هستی، خالق تو را پیدا کرده، هست کرده، برای تو رست داده، برای تو زندگی داده، تو را در این دنیای هستی برای ابتلا و برای آزمایش فرستاده. اینال تو باید همراه پروردگار چی باشی؟ عادل باشی، عدل بکنی. عدل به همراه پروردگار چی میشه؟ این هست که تو الله را خالق خود بدانی، خلقتت مدیون دیگر کس نباشی، الله را رازق بدانی، رزقت از خدا بخوای، مدیون دیگران نباشی، که الله را ذات واحد و لا شریک بدانی، برای خدا شریک مقرر نکنی، برای خداوندی که وحده و لا شریک است شریک مقرر نکنی. شرک به هر عنوانی که باشه، به هر نامی که باشه، شرک در عبادت باشه، شرک در الوهیت باشه، شرک در ربوبیت باشه، اقسام شرک مستقل علما کتاب نوشته کردن. به تمامی از ایره الله عزوجلال در یک نکته اشاره کرد که این الشرک لظلم عظیم، شرک بسیار ظلم بزرگ است. الله عزوجلال یه انصاف و عدالت نیست که خدا تو را خلق کرده، خدا ضامن رزقت شده، خدا تو را در دنیا عمرت همه چیز را تو را خدا تضمین کرده، اما تو بیایی ظلم بکنی، بگو من عمر من مدیون فلان زیارت هستم، فلان پیر و فلان درگاه برای من رزق میده، فلان درگاه برای من عمر داده، فلان درگاه برای من ایره داده، یه ظلم است. پس ما باید اول عدل امرای خالق خود داشته باشیم که ما را خلق کرده، خالق ماست. یک وقفه کوتاه داریم، میریم و دوباره زودتینه برمیگردیم و انشالله العزیز که موضوع خوب را خدمت شما ارائه خواهیم کرد. با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت همه شما خوبان. خدا کنه که جور و صحتمند باشین و در هر جایی که هستین بیننده پاسخ نور باشین. پاسخ نور یعنی دریچه برای سوالات و جوابات مهم شما که از هر مشکلی که سوالی فقهی که دارین میتونین از این طریق شما در میان بگذارین و جواب صحیح و درست و پاسخ خود اینجا دریافت بکنین. خدمت شما آیت قرآن کریم لفظ اولش که ان الله یأمر بالعدل والاحسان بود، این خدمت شما بیان میکردم که الله انسان به عدل امر کرده. بازم یک تماس داریم، تهمینه از بدخشان، بفرمایید. بفرمایید گوش میگیریم. چرا گوش نمیگیریم؟ خیلی ممنون، متشکرم. شما بگید که سوالتان بگید، تلویزیونتان پخش کنید. شما گفتید که سوره تغابن بخون چلیت مرتبه همین چلیت مرتبه سوره تغابن اگر چلیت نفر بکن به یک مکتب ملایی ترسم بکنه یا در مکتب میتوه؟ صحیح، سوال شما را گرفتیم خواهر عزیز. سوالی از این است که من یک وظیفه را گفتم که مثلا 41 مرتبه وقت سوره تغابن خوانده شود و در یک خانواده‌ای که در اونجا مشکلات خانوادگی باشه و 41 مرتبه سوره تغابن خوانده شود و این 41 مرتبه را دو خانه هر غذایی که پخته میشه خورده میشه استفاده میشه از این آب دو کم کم استفاده شود، انشالله العزیز و خانواده تبدیل زندگیشان تبدیل به شیر شکر میشه.
این شما مثل ختم قرآن وره نمیتونین انجام بدین، چون شما اونجا 40 تا شاگرد داشته باشین گویا یک سوره خوانده، بلکه یکی از امی اعضای خانواده یا پدر یا مادر یا یکی از امی اعضای خانواده یک مجلس نه، یعنی به یک نشستنی که می نشینه ایره به یک جا شبش بسیار مؤثر و بالاست، روز هم میتونه، لیکن در یک مجلس نشستن یک نفر 41 مرتبه میخوانه. ایره نه سر شاگرد خوانده میتونی، نه مثل ختم قرآن گرفته میتونی، نه ایره بس طریق دیگه. یکی از امی اعضای خانواده که در یک مجلس باشه بهتر است که بچه های خرد ایره وظیفه را نتین، چون بسیار ثقیل هست و تحمل کرده نمیتونه، چیغش میبره بیرون. یکی از اعضای خانواده که مثلا پدر یا مادر یا یک کسی که بلندتر توان داشته باشه به یک نشست 41 مرتبه این آیت بخونه، این سوره را، سوره تغابن بخونه، بازدمو ظرفی که آب از پیش روز که در جک است یا در آبای مدنی کلان است این را کف بکنه، دم بکنه در می آب و این آب تا یک هفته هر غذایی که در او خانه پخته میشه از او استفاده بکنه. انشالله العزیز که زندگی شیر و شکر تبدیل میشه، تمام خفگی و ناراحتی و همه مشکلات ها از بین میره، به شرطی که به این آیت قرآن کریم ایمان و یقین داشته باش. خدمت شما عرض میکردم که الله عزوجل در این آیت امر میکنه ان الله یامر بالعدل، شما عدل بکنید. گفتیم عدل اول عدل خالق و مخلوق، یعنی مخلوق امرای خالقش باید عادل باشه. یعنی وہ ذاتی که ما را خلق کرده، ما را پیدا کرده، برای ما رزق میده، تضمین صحت ما، تضمین رزق ما، تضمین همه چیز ما دست از او هست. وقتی در مقابل از او ما خیر خود از قبرها و از سنگها و از چوبها و از زیارتها بخواهیم، یه ظلم است. شرک بکنیم یه ظلم است. اولاد دست پروردگار است، و خالقی است که بکی اولاد بته، بکی اولاد نته، برای کی بچت بته، برای کی دختر بته، برای کی اردوی ازره بته، برای کی هیچ کدام ازره نته. و ذات یکتا و خالق یکتا او هست. اما ما بیاییم و این حالت خود از درگاه ها و زیارت ها و مزارها بطلبیم که او برای ما اولاد داده میتونه، یه ظلم است. و خداوند میگه این شرک لظلم عظیم، شرک بسیار ظلم بزرگ است که ما در وحدانیت خدا، در وحدت خدا، وحدانیت خدا، ربوبیت الله، در تمامی از اینها شرک مقرر بکنیم، یه ظلم است. پس وقتی که یه ظلم است چی باید بکنیم؟ وقتی که خدا ما را خلق کرده، خالق ما هست، رازق ما هست، ما رازق صرف الله را بدانیم، خالق صرف الله را بدانیم، ارحم الراحمین فقط ذات را بدانیم که و ارحم الراحمین هست. اگر در نماز استاد میشه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای پروردگار ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم بس. اگر مدد کار داریم، مدد میطلبیم، نصرت میطلبیم، خاص از تو میطلبیم. اما وقتی که نماز سلام میگردانیم به می اقراری که خودمان در نماز کردیم دروغ میگیم. با زخممان شفاش از یک قبر میدانیم، سردردمان از دیگه قبر میدانیم، زندگی و سفرمان از یک جا میدانیم، حضرمان از یک جا میدانیم. در زندگیمان 50 تا قبرستان داریم، 50 تا قبر داریم که برای هر کدام از او باید ما ماهانه و سالانه نظر پیش بکنیم و از و اعتقادمان این هست که یه مشکل کشاییم است، یه حاجت رواییم است، در حالی که ما خالقی که داریم که میگه نحن اقرب، من نزدیک هستم برای شما من حبل الورید، اشاره که گردنت کده من نزدیکتر هستم. پس چرا دعا از الله نمیخوایی؟ الله امر میکنه او دعونی استجیب لکم، تو بطلب که من عطا بکنم. اما تو میایی عشق تا به دربار خدا پیش نمیکنی، ناله تا به خدا پیش نمیکنی، نیاز تا به خدا عرض نمیکنی و میری به نزد مخلوق که خودش توان حفاظت از خودش نداشت و خودش نجات داده نتانست. تو پیش از او میری و نیاز تا
عرضت مشکلت پیش از او میگی، یه ظلم است که ما خدا داشته باشیم، خالق داشته باشیم، ولی باز هم دنبال مخلوق بگردیم، یه ظلم است. پس یه عدالت نشد، یه عدل نشد. بازم تماس داریم. عزیزه از پروان بفرمایید. بله. و علیکم السلام و رحمت الله. از پروان به تماس هستم. من خواب بینمی مرده را خواب میبینم، اینم پیسه باشه یا چیز باشه میگیره از پیشم. آنی چی منامیده خوب است بد است؟ صحیح. سوال شما را گرفتیم، جوابتان از طریق تلویزیون تان بشنویم. خواهر عزیزی، ما سوالشان این است که من خواب میبینم مرده را و همیشه از من طلب داره. پس معنا و مفهومش این هست که شما آن چیزی که بدکار هستین بپردازین. و میت از شما طلب دعا داره، و مرده از شما دین بالای شما داره که شما در حق از او دعای مغفرت بکنین. دیگه انشالله هیچ مشکلی نیست. 3 مرتبه اگر قرآن خوان هستی حسب توانت تلاوت بکو، اگر نیستی 3 مرتبه سوره اخلاص قل هو الله احد بخوان، بر روح مرحوم ببخش. خلاص دیگه نه پیش تو میایه نه پیش از تو چیزی طلب میکنه. اگر همسایت باشه، اگر کسی که هست که بالای تو حق داشته باشه، حقش ادا بکو. اگر نیست، حقی نداره، از او دیندار نیستی، مدیونش نیستی، فقط 3 مرتبه سوره اخلاص بخوان، برق مرحوم دعا بکن. انشالله دیگه هیچ سراغ تر نمیگیره تا وقتی که دوباره کمبود نکنه. لحاظا فقط دعای مغفرت در حق از او بکو، هیچ مشکل انشالله نیست. عرض میکردم که عدالت با خالق انسان باید عادل باشه. خالقی که ترا خلق کرده، ترا رزق میده، هر لحظه زندگی ترا دنبال میکنه و میبینه، تو در مقابل از او ظلم بکنی، بسیار ظلم بزرگ است، بسیار ظلم بزرگ است. دوم، انسان عدل بکنه، یعنی عادل همراه نفسش باشه. همراه خالقت هم ظالم نباشی، باید عادل باشی. همراه خودت هم باید عادل باشی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمیگه که انسان بالای نفس اعضای بدن هم بالای انسان چی داره؟ حق داره. بازم تماس داریم. دنیا از کابل بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، متشکرم خواهر عزیز. آها سیس خواهر عزیز، من گفتم سوره تغابن، طریقش اما پیش که گفتم اما هست سوره تغابن. سوره تغابن بخوان و انشالله که برای خانواده هایی که درگیر هستن و پریشان هستن و ناتفاقی و خانواده هایی که در میان زن شوهر مشکلک ها وجود داره، یه اکسیر است برای ازه. الحمدلله که یه بسیار یک سوره مجرب و یک وظیفه مجرب هست. ما تا می حال قدر برنامه‌ای که آمدیم به هیچ کسی را نگفتیم، اما امروز دیگه خدایی در زبانم آمد و براتان گفتم. این بسیار یک وظیفه مهم و بسیار یک وظیفه مجرب و تجربه شده هست. سوره تغابن. دوم، عدل گفتیم در مقابل انسان با خودش ظالم نباشه، چون اعضای بدنی که خدا در اختیار ما قرار داده یک امانت الهی هست. تو مالک از این نیستی، یه پیش تو امانت هست. این امانت چند روز در نزد ماست. بازم تماس داریم. اسرا از کابل بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، سلامت بشین خواهر عزیز، بفرمایید. بسیار زیاد طوفان است. میگم بخیلی طوفان است. میگم قرآن شریف در بغل سر میگیره، بسیار هیچ کسی نمیشه. باز کمرک در بغل میگیرم، چیزم خواب
میبینم که این طوفان قرار شد. این طوفان دیگر نیست، سمت آرامی و قراری شد، طوفان به قراری رسید. یکی شوار مسئله دیم مرده سوز میشه. مرخص دیدم که پس زنده شده. یه استخاره که شما کردین بابت چی بود؟ سفر بود؟ حضر بود؟ چی بود؟ استخاره به خاطر زندگی کردم. من اولاد ندارم. دیگه انسان تناستم شوارم خلق کرده. پیش دیگه بچندارای مسئول دوست داریم. زندگی استخاره کردم. سایس خواهر عزیز سوال شما را گرفت. سوال خواهر عزیز ما این است که من استخاره کردم و در استخاره میبینم که بسیار طوفان هست و بعد من میگم قرآن شما بگیرین، الله شما را از این نجات میده. تو قرآن در بغلم میگیرم، اینجا طوفان آرام پیدا میکنه. الله عزوجل بسیار واضح برای شما نشان داد که از یک طرف طوفان هاست بالا انسان، یک طوفان نیست. طوفان روزگار هست، طوفان زندگی هست، طوفان فتنه های روز هست، طوفان خواهشات نفسیاتیات انسان هست. هزارها طوفان بالا انسان حمله ور است و هر لحظه امکان است که انسان در این طوفان ها غرق شود. اما الله عزوجل برای شما ایره توصیه کرد و ایره برای شما نشان داد که شما به قرآن برگردین. قرآن وقتی که شما دستورالعمل خود قرار بتین، قرآن الگوی خود قرار بتین، با قرآن عجین شین، هیچ مشکلی نیست، همه طوفان ها را نابود میکنه. چون قرآن هم بر انسان هدایت میده، هم بر انسان راهنمایی میکنه و هم حکمی که از دین و شریعت هست در قرآن موجود است که ما در مقابل هر مسئله از شریعت پرسان بکنیم، از قرآن پرسان بکنیم که برای ما چی دستور میده. اینال شما به دین مراجعه بکنین. وقتی به دین مراجعه بکنید بسیار برای شما راهنمایی میشه که شما مثلا بیوه هستین، در مقابل بیوه اسلام چی حکم کرده. اگر شما خواهش شوهر دارین، برای شما اسلام چه حکم کرده. این بسیار یک مسئله واضح و روشن هست که بجای از اینکه خود در طوفان ها پرتین خود غرق بکنین، برگردین به سوی قرآن، برگردین به سوی شریعت، برگردین به سوی دین. هر آن چیزی را که شریعت حکم کرده، فیصله شریعت است، آمنا و سلمنا شما بپذیرین، زندگیتان آرام میشه، گل و گلزار میشه و از فتنه ها و از طوفان ها در امان میمانید. یه قابل تشویش نیست. و ای که مرده ای را شما دیدین زنده شده، انشالله تعبیر از به خیر شماست که انشالله العزیز برای شما یک امید و یک خوشخبری پیش رو هست که انشالله برای شما میرسد. یعنی یک امیدی که شما از دست داده، این امید شما دوباره برمیگرده و انشالله که برای شما خیری و مجدهی در راه هست که انشالله که نصیب میشه. خدمتتون عرض میکردم که انسان با نفسش عادل باشه. چرا؟ چون نفس بالا انسان حق داره، اولاد بالا انسان حق داره، همسر بالا انسان حق داره، کل از اینا بالای تو چی داره؟ علیک حق، همه از اینا حق داره. اینا اگر یک انسان بگه من هیچ استراحت نمیکنم، 24 ساعت نماز میخوانم، یه در حق خودش ظلم کرده. 3 صحابی میاین که حالت زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشنون. میان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ازواج مطهرات با اینا میگه، فکر میکنن بسیار کم بوده ای که پیغمبر در پور شب 12 رکعت تهجد خوانده، 8 رکعت تهجد خوانده، 20 رکعت تهجد خوانده، خلاص دیگه شب استراحت کرده. وقتی که اینا میبینه، اینا که میگه من پر عمر نماز میخوانم، پر روز روزه میگیرم، دیگهش میگم من تا زنده هستم ازدواج نمیکنم، بر میگردم پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی برشان میگردن میگه نه، اینی گپی که شما گفتن غلط بود، یه ظلم است. هر چیز بالا انسان حق داره. نفس در حق از تو ظالم شدن اجازه نداره که تو در نفس ظلم بکن. یه اعضای بدن است، اجازه ای را قطع کردن، ای را فروختن، تصرف کردن در تو نداری. یه پیش تو امانت هست، تو صلاحیت و توانی استفاده کردن از را به شکل نامشروع نداری. پس تو باید با نفست عادل باش. بعضی ها را میبینین
سرمایه هاشان به دنیا را میگیره ولی لباس نمیپوشن، غذا نمیخورن که ولی کم نشه. میبینه که مرد همه از این برای ورثه ماند که اونا چه قسم در جاهای مصرف میکنن که وہ تصورش هم در فکر و گمانش نمی آمد. پس تو بالای خودت ظلم کردی. یک انسان توان داره ولی در فکر گناه هست، در فکر حلال روزی، حلال رزق حلال، یعنی ازدواج کردن، یعنی تجارت کردن، یعنی اون چیزایی که به حلال به درست انسان راهنمایی میکنه، این طرف فکر نمیکنه. این ظلم است. یه در حق خودش ظلم کرده که توان داشت ولی انجام نداد. یه ظلم است. ظلم در مقابل نفس. ظالم لنفسه. الله عزوجل در یک آیت میگه که و ما ظلمناهم، ما در حق از اینا ظلم نکردیم که امروز مستحق جهنم شدن برن به دوزخ، لیکن اینا خودشان در حق خودشان ظلم کردن. در دنیا الله برای از اینا وقت داده بود، فرصت داده بود توبه بکنن، عبادت بکنن، نماز بخونن، روزه بگیرن، بندگی خدا را به جا بیارن، اما اینا در دنیا جهنم به پولشان خریدن. مگاگاهی میگم که جنت رفتن مفت است اگر میخوای بری، اما جهنم رفتن باید با پولت بخری. تو نماز میخوانی، روزه میگیری، صدقه میدی، هیچ هزینه ای را در اینجا تو مصرف نکرده، حق خدا را دادی. اما وقتی تو میخوای گناه بکنی باید با پولت بخری. سود است با پولت باید بخری، قمار است با پولت باید بخری، زنا است با پولت باید بخری، شراب است باید با پولت بخری. پس تو جهنم با پولت میتونه بخری، اما جنت مفت میتونه بره. اینال اگر وقتی که تو ایره در نظر نگرفتی ولی جهنم رفتن ترجیح دادی، در حق نفست ظلم کردی. به امر پروردگار عمل نکرده که الله امر کرده بود ان الله یأمر بالعدل. خدا تو را امر کرده که عادل باشی در مقابل نفست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک شتر را میبینه که لاغر است، شکمش در پشتش چسبیده، فورا مالک از او را طلب میکنه. او را بسیار رنگ پیغمبر تغییر میشه و به اندازه او را سیاست میکنه که یه حیوان در حق چرا ظلم کردی؟ یه حیوان تا وقتی که توان داشت برای تو کار کرد و امروز دیگه توان نداره، رهاش که چرا ظلم میکنه در حقش؟ پس ظلم در مقابل انسان با مقابل نفسش هم برای انسان اجازه نیست که خودش در حق نفس خودش ظلم بکنه. پس اول عدل در مقابل چی است؟ در میان خالق و مخلوق. دوم عدل همراه خود انسان خودش با خودش عادل باشه در حق خودش، در حق اموالش، در حق اهل خانواده و متعلقینش. در مقابل نفسش باید ظالم نباشه، باید در مقابل از این عدل بکنه، انصاف بکنه، هر چیز روی دستوری که شریعت داده به او پایبند باشه. یه هست عدل، یه هست انصاف. و سوم عادل بودن در مقابل مخلوقات پروردگار است. انسان در مقابل خودش هم باید عادل باشه، در مقابل دیگر مخلوقات هم باید انسان عادل باشه. خدا مخلوق را خلق کرده، یه در اختیار تو قرار گرفته، اینال یه حق شریعت برای تو نمیده که یک حیوان است، یه زبان نداره، یه گفته نمیتونه، شکایت کرده نمیتونه، ما به هر قدری که بخوام در حق از ظلم میکنم. یک روایت نمیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه شما پشت حیوانات جای قیصه خود قرار ندین که در بالای یک حیوان سوار است او را استاد بکنه و برای دیگران قصه کرده شروع بکنه و قصه کردن. یه ظلم است. یک حیوان تا وقتی که در توان از او بار نیست، بار برده نمیتونه، ولی تو اضافتا بالای از او بار میکنی، یه ظلم است. خداوند میگه که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیغمبر ما را رحمت للعالمین فرستادیم، یعنی رحمت بر انسان هم است، بر حیوان هم است. به این خاطر قرآن میگه ان الله یأمر بالعدل. تو باید عادل باشی، در مقابل خالقت هم عادل باشی، شرک نکنی، در مقابل نفست هم عالم باشی، بالای نفست ظلم نکنی، در مقابل
دیگه مخلوقات پروردگارم عادل باشی، ظلم نکنی. یک مثال هست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی از روزها میبینه یک صحابی رسول هست، میبینه که چوچه های گندش بسیار مقبول خورترک است، اینا را بر میداره در چادر خودش حرکت میکنه برای رفتن. مادری از این پرنده ها بالای امی انسان با صدای خود و با ناله خود حرکت میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه چی کردی؟ میگه اینا را برداشتم. وقتی که چادر را باز میکنه این مادر خود بالای از این نزه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چرا ظلم میکنین؟ محبت مادر در حق از سل کن. پس تو در حق یک پرنده هم ظلم کردن اجازه نداری، در حق یک حیوان هم ظلم کردن اجازه نداری، در حق اولادت هم ظلم کردن اجازه نداری، در حق اهل و خانواده و متعلقینت هم ظلم کردن اجازه نداری. اگر ظلم کرده خدا در روز قیامت هم جزا نصیب میکنه، در دنیا هم برای تو جزا نصیب میکنه. اونایی که ظالم بودن، ظالم در مقابل پروردگار، ظالم در مقابل نفسشان، ظالم در مقابل دیگه مخلوقات پروردگار بوده، خدا ظالم وقت نداده، دمی دنیا رسوا و ذلیلش کرده. ظالم وقت نداره، ظالم دوام نداره، ظالم فرصت نداره. به خاطر هست که ما در هر امور زندگیمان باید از عدل کار بگیریم، از انصاف کار بگیریم، از خدا ترسی کار بگیریم. وقتی که عدل و انصاف ما در نظر گرفتیم یه پیروزی ماست، یه سعادت ماست. پس الله ذوالجلال سه چیز امر کرده در این آیت. اول ان الله یأمر بالعدل. عدل بسیار مهم است. ببینین پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقسیم میکنه حق هر ازواج مطهرات طبق فیصله که شده به حق کدامش میرسانه. در میان صحابه مال غنیمت تقسیم میکنه، باز دست خود بالا میکنه. پروردگارا این هست تقسیمی که مکرده، تو مرا مؤاخذه نکو، گرفت نکو پروردگارا ده اون چیزی که در اختیار من نیست، در قدرت من نیست، در توان من نیست. مثلا مال دنیایی بوده، هر همسرش مطابق از او تقسیم کرده، اینی یک ورق مال تو، یک ورق مال تو. اما ای که قلباً با یکی بیشتر محبت داره، یکی را بیشتر دوست میداره، یه در اختیار انسان نیست. پیغمبر خدا میگه خدا اون چیزی که در اختیار من نیست مرا ده اون مؤاخذه نکن. اما یاد داشته باشین که ما در حق هر مخلوق که ظلم بکنیم خدا فوراً جزای از این در دنیا نصیب میکنه، چون ظلم نقد در دنیا جزاش داده میشه. چه ظلم؟ انسان بی‌عدالتی، بی‌انصافی را مخلوق با خالقش انجام بده، یا بی‌عدالتی و بی‌انصافی را مخلوق با خودش انجام بده، یا بی‌عدالتی و بی‌انصافی را با تمام مخلوقات روی زمین انجام بده. یه ظلم هست، یه بی‌انصافی هست، یه از حد گذری هست. به خاطر ما انشالله این آیت تا به آخر خدمتتان ترجمه و تفسیرش بیان میکنم. الله ذوالجلال برای همه ما و شما توفیق نصیب بکنه که در زندگیمان عادل باشیم، عدل بکنیم، ها در میان مخلوق و خالق، در میان خودمان نفسمان و در میان تمام مخلوق که الله ذوالجلال در روی زمین پیدا کرده. الله توفیق عدل انصاف برای ما و شما نصیب بکنه. دیمیجا با پروگرام امروزی ما با پایان میرسه. تا برنامه دیگر که دوباره خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.